شما می‌خواهید صاحب یگان منصب دولتی شوید؟ پس نخست باید تمام دارایی‌هایتان را روی خط کنید. اکنون در تاجیکستان قبل از شروع کار در اداره‌های دولتی از داوطلبان در قطار حجت‌های دیگر دکلراسیون و یا اعلامیه‌های دارایی‌ها پرسیده می‌شود. در آژانسی دولتی خدمت دولتی تاجیکستان روز 25 ایول به رادیو آزادی گفتند که این طلبات در هر اعلانی که برای اشغال این و یا آن منصب دولتی تاکید می‌شود. سنجش ثروت داوطلبان کار در اداره‌های دولتی به این خاطر درخواست می‌شود که بسیاری از منصبداران هنگام سنجش سرچشمه ماشین و یا خانه‌های با حشمتشان می‌گفتند این همه دارایی‌ها را تا زمانی کار در حکومت به دست آوردند. همکنون دولت تلاش دارد که مقامداران شفاف باشند و بعد گرفتن مقام رسمی ثروت‌های هنگفت جمع نکنند. کم اتفاق می‌افتد که نهادهای تفتیشات توانند دارایی‌های مقامدار را به سرقت بودجه ربط دهند. مالکان می توانند پسر و دختر، زوجه و یا حتی خوشنامان‌ها باشند. با افزون شدن سخیمه‌های روی پوش کردن دارایی‌ها که به میزان معاش مقامدار قابل مقایسه نیست، قانونگذاری تاجیکستان نیز تغییر کرد. دارایی‌های منصبداران تاجیک زمان زیر ذره‌بین قانون قرار گرفت که رئیس جمهور امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت در سال 2015 از دارایی‌های هنگفتی مقامداران حفظ حقوق به تندی انتقاد کرد. رئیس جمهور در این جلسه خطاب به کارمندان دادستانی کل تاجیکستان گفت که یک بار به گذشته خود نظر کنند که در کجا بودند و به کجا رسیدند. او از جمله گفت: یک اندیشه کنید 10 سال پیش صورتونمونه خونتون 10 صورتتون کودکاتون پورترت کنید ببینید چی رنگ نمود داشتید 15 سال پیش چی رنگ نمود داشتید حاضر چی چی خانواده داشتید حاضر چی چی مالکیت داشتید حاضر چی ای شکرانه کرده کار نمیکنید صادقانه هزار یک طرف میگردونه باز دلای پول آدمانی وای داره کروسیا کافته گشتیم. اما جامعه شناسان میگویند مکانیزم رشوت ستانی در تاجیکستان خیلی رشد کرده است و از بین بردن آن با 2 اعلامیه امکان ناپذیر است. از سوی دیگر معاش‌های ناچیز و هوس زندگی بهتر انگیزه مقامدار را برای دریافت منبع علاوه‌ای درآمد افزایش می‌دهد. تاجیکستان دارایی‌های مقامداران را از جامعه پنهان می‌کند. مقامات تنها به کمیته انداز گزارش می‌دهند. اما با آنکه اعلامیه دارایی‌های منصبداران از چشم مطبوعات و جامعه پنهان مانده است، در تاجیکستان اکثریت می‌دانند که کدام قصر و کشت به کدام منصبدار و کدام شرکت به آدمان کدام وزیر و رئیس مربوط است.